که همونطور که انسیه میگه منم آدم خجالتی بودم مثل انسیه، اما خب این کارا رو انجام دادم و این کارا بهم کمک کرد که از خجالتی بودنم کم بشه و وقتی که این اتفاق افتاد ناخودآگاه اعتماد به نفسم بیشتر شد. یکی از ترفندایی که باید بهتون بگم و شاید خیلی ساده به نظر برسه اما بسیار بسیار مهمه، لبخند هستش. لبخند زدن و خندیدن، حالا نه به تمسخر، مثلا شما دارید میرید جایی مثلا بخندید به طرف، مثلا بگید مثلا طرف فکر کنه دارید مسخرهش میکنید، نه، ولی اون لبخند خیلی کمک میکنه که یه ارتباط خیلی خوب بین شما و اون طرف مقابل ایجاد بشه و یه مقدار اون استرسی که از ابتدا دارید و در شما وجود داره که ممکنه جلوی کار شما رو بگیره یا ممکنه مثلا رو دربایسی کنید یا خجالت بکشید رو کم میکنه و حس خوبی رو برای طرف مقابل ایجاد میکنه. مثلا اگه شما با یک کسی